سلام دوستان خوبم. خوب هستید؟ سلامتید؟ الحمدلله. انشاءالله که همیشه خوب و سلامت باشید. مهینه هستم با یک قصه خیلی زیبا. امروز با یکی از دوستان خوبتان آمدم که شما حتما او را میشناسید. به نام سلام دوستان خوبم. من شکرانه هستم. امروز ما برای شما یک قصه خیلی زیبا آوردیم. همراه ما باشید. نام داستان ما کاری بزرگی زنبورک. زنبورک روی گوی وسط باغ نشسته بود. به آسمان پرستاره نگاه کرد و گفت: خدایا، من در این دنیا خیلی میده هستم، میدونم. و بعد دستهای کوچکش را به آسمان بلند کرد و گفت: اما میخواهم یک کار بزرگ انجام دهم تا از ته دل خوشحال شوم و بگویم من این کار را انجام دادم. همان شب یک فرشته پیش زنبورک آمد و گفت: سلام زنبورک، من برای آرزویی که کرده بودی آمدم. یک کاری بزرگ و قشنگ. زنبورک با خوشحالی پر زد، روی دست فرشته نشست و فرشته با نوک بالش خانه وسط باغ را نشان داد و گفت: آن گربه را می‌بینی که لبی پنجره خواب رفته است؟ تو باید فردا سحری وقتی که خروس شروع به آواز خواندن کرد به آن خانه رفته به گوش گربه ویز ویز کنید تا از خواب بیدار شود. فهمیدی؟ اما زنبورک ناراحت شد و بدون اینکه خداحافظی کند رفت و بالای درخت جلوی پنجره نشست. در نور پنجره به گربه نگاهی کرد، پوزخندی زد و گفت: عجب گربه بزیبکی. زنبورک چشمش را بست ولی از ناراحتی خوابش نمی برد. چند بار این پهلو و آن پهلو شد. با خودش گفت: چی کاری بی خودی، ولی اشکال ندارد، انجامش میدهم. شب کم کم گذشت ولی زنبورک بیدار بود. با صدای خروس از جایش پرید و درون گوش گربه ویز ویز کرد که گربه بیدار شد. گربه اینقدر عصبانی شد که دمش را در هوا تکان داد. زنبور زود برگشت روی درخت، آه کشید و گفت: آه خدایا، دیدی من به حرفت گوش کردم؟ تو چرا به حرف من اهمیت ندادی؟ آن وقت چشمهایش را بست و از خستگی خوابش برد. زنبورک با صدای باز شدن پنجره از خواب پرید. صبح شده بود و یک دختر بچه پشت پنجره بود. دخترک با مهربانی از گربه پرسید: تو قناری مرا ترساندی؟ گربه خمیازه‌ای کشید و گفت: تقصیری من نبود. یک زنبور آمد و آنقدر ویز ویز کرد. من خواستم بزنمش ولی دوم به شیشه زد. قناری روی کیفت دخترک نشست و گفت: منم آنقدر جیک جیک کردم که تو بیدار شدی. دخترک خندید و گفت: چقدرم خوب شد. من از خدا خواسته بودم که برای خوردن سحری بیدار شوم. دخترک سرش را از پنجره بیرون آورد و این طرف و آن طرف را نگاه کرد ولی زنبورک را ندید. با صدای بلند گفت: آهای زنبورک، ازت ممنونم. من خیلی دوستت دارم.
من خیلی دوست داشتم سر سفره سحری بشینم و روزه کله گنجشکی بگیرم. زنبورک روی درخت از ته دل خوشحال شد. دوستان خوبم، قصه امروزی ما تمام شد. خدایا شکرت که این همه نعمت به ما دادی. خدایا شکرت. تا یک داستان دیگر، خدا نگهدار. خدا نگهدار دوستان خوبم.